برای آفتاب اینجا به ساخته دیگه نه گیریم گفتم دیگه از زیر زمین دیگه اومدی بیرون دیگه راحت دیگه زیر آفتاب میتونی آواز بخونی. مخلصیم. چند وقت دبی هستی؟ حدود 2 ماه. حدود 2 ماه. تا کی فکر می‌کنی این حدودا ادامه پیدا کنه؟ حالا الان که حالا داریم تمام سعیمون می‌کنیم واسه کار امریکا، حالا داریم دنبال کار امیگریشن می‌کنیم حالا. و من 4 تا کارت سبز اینجا دارم تو جیبم برات میدم دیگه. فقط بهشون نگو من بهت دادم. خب آهنگای معروف تو که بچه‌ها میشناسن دیگه، خیلی خود منم باهاشون خوندیم و رقصیدیم حتی اگه اشکال نره. آهنگ زیگزاگ تو بچه‌ها خیلی شنیدن، تو من خیلی میگن نه زیگزاگ ماییم. آره. نه اون برای تولد من خونده. آره من اتفاقا همیشه این مشکل دارم، باید توضیح بدم واسه همه زیگزاگ واسه چیه بوده داستانم. خب بگو دیگه توضیح. الان زیرنویس بس واسه شما دوباره توضیح. برای برنامه رادیویی زیگزاگ بود که 2 سال پیش اونجوری اصلا با آشنا شدیم. داشتم آهنگای خیلی معروف، کرواتت چقدر معروف شد. بله. کروات واقعا تو کروات زدن برات مشکله که تو آهنگ خوندی؟ همیشه مشکل دارم من. بارها افراد مختلفم یاد دادم ولی فایده نداشته. این کروات اصلا نمیسازه. یه گره رو همیشه اشتباه. ولی آهنگ معروفی که اصلا باهاش تو رو شناختیم و خیلی دیگه بچه‌ها رو مثل فلاکت، تو اف ام بچه‌ها که باهات خوندن، آهنگ نازگل بود. بعدش هم تو یه دونه یواشترش آوردی، عاشق شدیم باهاش. این آهنگ برمیگرده به چند سال پیش؟ نازگل والا هولوش 3 سال و نیم پیش فکر می‌کنم. ناز کنه. آره. جمله بعدش چیه؟ دل بی تو می اصلا من مطمئنم یاد نرفته. دل بی تو میگیره، بعضیا میگن دل پیچه میگیره. حالا چطور شد که توی موسیقی ایران تو اصلا شروع کردی آهنگا رو ضبط کردن، پخش شد؟ چطوری شد؟ والا من خب چون جواز که نداری یهو هوس خوانندگی نکردم که مثلا خونه فرار کنیم. نه این داستانم. من کلا دوست داشتم موسیقی و بعد تا اینکه زدم تو کار خوانندگی دیگه از استودیوهای مختلف شروع کردم دیگه، تا اینکه با یکی از دوستام آشنا شدم که یه خود بیشتر دست و بالش باز بود تو این داستان. داشت یواشکی ضبط و یواشکی پخش بود. و دیگران چند تا تقریبا یه آلبوم کامل تو ایران تو این 2 سال گذشته زدی. بلوش 60 تا موزیک فیلم. چند سالت هستن؟ 22. میخوام چشات چه رنگی باشه؟ نیدی مشکل داریم. آره آها این رنگی. خب بیا ببین چه خبرون خوش. الانم در دبی هستی و شروع کردی به ضبط آهنگ و ادامه داره رضایا. آره آلبوم جدیدم آماده است که حالا ان شاء الله فکر می‌کنم مثلا اول تابستون آماده میشه. ویدیو ایناش هم داری درست می‌کنی؟ ویدیو که والا 2 تا کار جدید دارم که داریم ویدیوش می‌کنیم. چه تو همینجا ضبط می‌کنی تو دبی؟ آره آلبوم از کمپانی آبنگ. بچه‌ها تو ایران چقدر با در ارتباط الان بعضی که اومدی اینور باشه در تماسی چی بهت میگن؟ بیشتر با خانواده و دوستای خیلی صمیمی رفیق شیش و اینا. پس گز و پسته به راست. یعنی خودم سعی کردم یه خورده دور باشم از اون موری. بله. الان نه به خاطر مسئله، به خاطر اینکه خودم می‌خوام یه خورده بیشتر با خودت باشی. آره. الان بیشتر تو چه سبکایی داری کار می‌کنی؟ بیشتر پاپ مونتا چی میگه، هم پاپ غربی هم پاپ شرقی. رپ خواهد بود توش؟ رپ که توش نیست نه. یه تموم شون دوره دیگه. بله من دوره ایران بود. ولی یه کاری هم خوندم با یه خانومی به نام تهمینه که خواننده‌های خوب آینده است. اینجا صحنه چطوره برای مردم خوندن این همه وضعیت مدت؟ خیلی خوبه واقعا. خیلی آدم هم اعتماد به نفسش بالا میره، قدرت، انرژی، همه چی. دقیقاً از هوره‌های مردم نمیدونم. از تو صحنه می‌بینیمت؟ میخونی میزنی، ولی آهنگایی که دیگه بیشتر مردم میشناسن باهات. آره بیشتر هیت دیگه. حالا سعی کردم یه گلچین هیت درست کنم. فلوس کردم. مخلص. عینکو دیگه میتونی بذاری. آزاد اجازه هست؟ خواهش می‌کنم. بسم الله. رضایا. مرسی. واسه تو زدم. خوشت میاد. امین. رضایا. عالی. تو یفم. رضایا. تو یفم بیا. یه جوری میشم وقتی میبینمه، دست و پامو گم میکنم. همه از خجالت سرخ و تاب میشم، کرواتمو شل میکنم. یه جوری میشم وقتی میبینم خداییش از همه سری، تو شعر عاشقونه ای، به خدا تو یه دونه ای. خاطرم بیبی خاک زیر پاتم، هر وقت میام ببینم با یه کرواتم. آخه دیوونه ناز اون نگاتم، هم رنگ چشماته رنگ کرواتم. رضایا
خیلی ممنونزه دمت گرم مرسی برنامه ما اینطوری صحنه به آخر میرسه خیلی ممنون که آور بودی و کوک شدی این کوک به خصوصی بود کوک اینجوری بود تا هفته و برنامه بعدی بدرود